رادیو صدا. تارا هستم، گوینده و راوی رادیو صدا داستان. عزیزای دلم، مرسی که با من همراه هستید، داستانها رو تا پایان میشنوید و با لایک و کامنتتون از کانال حمایت میکنید. دلم میخواد به همدیگه انرژی خوب و مثبت بدیم. برای همین ازتون میخوام همین ابتدا چند تا قلب قرمز رو کامنت کنید که انرژی های مثبت و خوب رو جذب کنیم. مرسی از همراهیتون و بریم سراغ داستان امشب. داستان زندگی آرمان. توی آشپزخونه بودم که مامان خیلی آروم بهم گفت این روزا هادی خیلی با پسرای آقا قاسم میگرده. حواست که بهش هست. نمیدیدم مامان داری چی کار میکنه چون پشتش به من بود. اما سرمو به معنای تایید تکون دادم و گفتم آره حواسم بهش هست. خیال شما و بابا راحت باشه. با لحنی گرفته و ناراحت گفت میترسم کار دست خودش بده. هادی برادر کوچیکمه. ماما نفس عمیقی کشید و باز گفت تو که میدونی پسرای آقا قاسم توی محل چه کارا که نمی کنن. تا خواستم جوابشو بدم هادی با خنده اومد توی آشپزخونه و رو به مامان گفت بابا به من گفت که به آرمان بگم خودتو تکون بده تا دختر حاج عباس رو برات بگیریم. مامان قاشق و بشقابایی که به تعداد روی هم گذاشته بود و دستم داد و با تعجب رو به هادی گفت منظورت از دختر حاج عباس کیه؟ هادی شونه‌ای بالا انداخت. با چهره مظلوم گفت نمیدونم، فکر کنم اونی که خیلی خوشگله. چشمام برقی زد و رنگ شیطنت گرفتن و به هادی گفتم ای شیطون مگه تو دیدیش؟ سرشو به دو طرفش تکون داد. لبخندی زد که هر دو ردیف دندونای سفیدش مشخص شد. با لحنی که میشد شیطنت رو توش احساس کرد گفت نمیدونم اما میگن خیلی خوشگله، شنیدم. مادر با اخم به طرف سینک ظرفشویی رفت و مشغولی کاری شد. حاج عباس 2 دختر داشت که یکیشو وقتی روز اول دانشگاه بود دیدم. موهای طلایی رنگش از زیر روسری گلدارش بیرون ریخته بود. چشماش که به سبزی جنگل بود سرکش بود و به هر طرف نگاه میکرد. با پسرداییش هم دانشگاهی بودم که اتفاقاً وقتی به پسرداییش گفتم همچین دختری رو دیدم گفت آذر رو میگی؟ دخترم ممه. تا اسمش رو شنیدم قلبم توی سینه‌ام محکم‌تر از همیشه کوبید. از فکر گذشته اومدم بیرون. اصلا نفهمیدم کی اومدم توی پذیرایی و پای سفره نشستم. بابا همینجور که از کتلت تکه‌ای و با قاشقش جدا می کرد زیر چشمی به ماما نگاه کرد و آهسته گفت به نظرت میذارن این بار برای این یکی دخترشون بریم خواستگاری؟ با تعجب به بابا نگاه کردم. صدای مامانو شنیدم که جواب داد مگه قرار گذاشتی باهاشون؟ بابا سرشو تکون داد و گفت آره. اون یکی بزرگه اسمش چی بود؟ آهان آذر. قبول نکرد با آرمان ازدواج کنه. حداقل برای اون یکی دخترشون بریم. حاج عباس که میگفت دختر کوچیکم خیلی مشتاقه. مامان پکر شد و نگران گفت وقتی برای دختر بزرگه رفتیم و جواب رد شنیدیم خوبیت نداره این بار بریم و باز جواب منفی بشنویم. مردم چی میگن؟ بی خیال حرفاشون شدم و سعی کردم نشنیده بگیرم. ادامه غذامو خوردم و رو به مادر با اخمای در هم گفتم مرسی مامان جان، دست درد نکنه. منتظر حرفی ازش نشدم. بشقابم و برداشتم و با خودم به آشپزخونه بردم. شستمش. اصلا نمیخواستم سر سفره به خاطر یه چیز مسخره بحث را بندازم. من این خواستگاری رو نمیخواستم. هیچ وقتم فکرش رو نمی کردم که بخوام به خواستگاری اون خواهر دیوونش برم و ازش بخوام با من ازدواج کنه. نمیدونستم چی کار کنم تا از اون خواستگاری کذایی فرار کنم. شب وقتی که میخواستم بخوابم دائم به این موضوع فکر میکردم. کلاً تو خانواده ما
حرمت و احترام به بزرگتر خیلی اهمیت داره. یعنی یه جورایی نباید حرف روی حرفشون بزنی. گرچه من خودم روانشناس هستم و باید بتونم این مسائل رو خیلی راحت حل کنم، اما به خاطر همین رفتار موروثی نمیتونستم چیزی بگم. روز بعد رفتم مطب و آخر شب وقتی کارم تموم شد و خواستم در ماشین رو باز کنم و سوار شم، سایه سیاهی و کنار ساختمون دیدم. عجله داشتم، اما اون سایه توجهم رو به خودش جلب کرد. بیشتر که دقت کردم، سایه یه دختر بود که با کمک دیوار راه میرفت و هر از گاهی هم روی زمین میافتاد. با کنجکاوی و با قیافه‌ای که مطمئن بودم شبیه علامت سوال شده، در ماشین رو بستم و به طرف اون دختر رفتم. با لحنی نگران پرسیدم: خانم، میتونم کمکتون کنم؟ با صدای منو با ترس و صورتی لرزون بهم خیره شد. قطره‌های عرق روی صورتش خودنمایی می‌کردن. توی چشمای قهوه‌ای رنگش سردرگمی و پریشونی مشخص بود. یه کمی از موهای خرمایی رنگش از روسریش بیرون اومده بود. دکمه مانتویی هم که تنش بود کنده شده بود و تیشرت مشکی رنگش پیدا بود. با چشمایی متعجب و گرد شده گفتم: حالتون خوبه؟ سرشو به معنای نه به طرف این تکون داد. با همون لحن نگران گفتم: میخواید به پدر و مادرتون یا هر کسی که میگید زنگ بزنید؟ دهنشو باز کرد و صدای بوق ماشینایی که رد میشدن باعث میشد درست متوجه نشم داره چی میگه. اما به سختی شنیدم که با صدای گرفته و آرومش گفت: اینجا کسیو ندارم. با تعجب خیره شدم. گفتم: خونتون کجاست؟ میتونم برسونمتون یا اگه بخواید براتون آژانس بگیرم. سرشو پایین انداخت و آروم گفت: خیلی ممنون، نزدیکه. خودم میتونم برم. اخمام توی هم رفت. گفتم: اما با این حال و احوالتون؟ وسط حرفم پرید و گفت: حالم خوبه. بدون اینکه بذاره حرفی بزنم از اونجا رفت. تا وقتی که توی سیاهی شب گم شد به رفتنش خیره موندم. با صدای رعد و برق به خودم اومدم. قبل از اینکه بارون بباره سوار ماشین شدم و به طرف خونه روندم. به کوچه نزدیک خونه که رسیدم متوجه چند تا پسر شدم که یکیشون قد کوتاه‌تری داشت. جلوتر که رفتم هادی برادرم و کنار پسرای قاسم که در حال سیگار کشیدن بودن دیدم. اخ می کردم. اصلا دوست نداشتم هادی با اینا بگرده، چون مطمئن بودم میتونستن خیلی راحت اونو به سمت خودشون بکشونن. کنارشون نگه داشتم و شیشه ماشین رو پایین کشیدم. با جدیت به هادی خیره شدم. فکر میکنم نگام گویای همه چیز بود. آب دهنش رو قورت داد و همزمان با گفتن سلام داداش به سمت ماشین اومد. در شاگرد رو باز کرد و روی صندلی چسبیده به در نشست. بعد از اینکه در رو بست شیشه رو بالا دادم و از کوچه اومدم بیرون. با عصبانیت گفتم: مگه مامان بهت نگفت با این پسر را نگرد؟ یهو جا خورد، اما سکوت کرد و چیزی نگفت. دوباره داد زدم: کری یا لال. منمن کنان گفت: داداش، به خدا من فقط همونجا وایساده بودم. اونا مزاحم یه دختر شدن. من دلم برای دختره سوخت. یه جوری مظلوم حرف زد که حرفاشو باور کردم. براش خط و نشون کشیدم که دیگه نباید با اینا بگردی. قبول کرد. با هادی رفتیم کافه. هادی روبروم نشسته بود و از اون دختری میگفت که پسرای آقا قاسم مزاحمش شده بودن. یهو فکرم رفت سمت اون دختر مرموز که امشب دیده بودم. چرا اینقدر آشفته و پریشون بود؟ چرا گفت کسیو نداره؟ چرا اینقدر سر و وضعش به هم ریخته بود؟ قبل از اینکه اون فکر رو توی ذهنم بیارم، سرم و نامحسوس تکون دادم که از سرم بیفته. اما انقدر غرق افکارم و چشمای اون دختر شده بودم که نفهمیدم کافه کی خالی شد. چشماش هر لحظه که از رفتنش میگذشت برام پررنگتر و پررنگتر میشدن.
یه لحظه دلم خواست برای یه بارم که شده اون دوتا چشم قهوه‌ای رنگ رو ببینم. با این فکر قلبم تندتر از همیشه به دیواری سینم کوبیده شد. تعجب و بهت سر تا پامو گرفته بود. سعی کردم از فکر اون دختر بیرون بیام. اما انگار نمیشد. هرچی بیشتر سعی می کردم تقلا نکنم بیشتر منو به سمت خودش می کشید. با ضربه دستی به بازوم به خودم اومدم. هادی بود که با تعجب به هم خیره شده بود. گفت داداش به چی فکر می کنی؟ هرچی باهات حرف میزنم اصلا جوابمو نمیدی. گفتم سرم درد میکنه، برگردیم خونه. هادی هم قانع شد و برگشتیم خونه. سعی کردم کمتر جلوی چشم مامان و بابا باشم تا راجع به آذر و خواهرش نظری ندن. روز بعد ساعت 12 ظهر بود که به منشیم گفتم مریضی و داخل نفرسته. خودم خواستم برم سراغ هادی. از مطب خارج شدم و تا خواستم دکمه آسانسور رو بزنم درش باز شد و دختری که این همه مدت فکرم رو مشغول کرده بود از آسانسور بیرون اومد. شوکه با چشمایی متعجب بهش خیره شدم. باور نمی کردم دوباره ببینمش. سر و وضعش مثل دیشب نبود. لبخند کمرنگی میزد. با دیدن من سرش رو پایین انداخت و با خجالت گفت سلام، ببخشید. مطب دکتر نیکتل تو این طبقه است. محو صدا شده بودم. سریع به خودم اومدم و آروم گفتم سلام. دکتر نیکتل خودم هستم. به در مطبم اشاره کردم و ادامه دادم مطبم اونجاست. بدون اینکه نگاهی به جایی که اشاره کرده بودم به اندازه گفت مرسی، لطف کردین. الان نوبت میدین؟ تو دلم گفتم حاضرم هادی و بیخیال شم و همین الان برای تو وقت بذارم. اما در عوض چون عجله داشتم گفتم با منشی صحبت کنید تا براتون نوبت بزنه. الان تایم کاری تمومه. باز از ساعت 4 شروع میشه. با من گفت راستش شما رو یکی از آشناهاتون معرفی کرده. برای همین امروز اومدم که هم نوبت بگیرم و هم راجع به جلسات با شما صحبت کنم. مثل این که عجله دارید و جایی میرید. لبخندی زدم و به چشماش نگاه کردم. درخشش نگاش منو توی فضایی می برد که توان گرفتن نگامو ازش نداشتم. گفتم بله بهتره با منشی صحبت کنید. تشکری کرد و منم بدون اینکه منتظر حرفی ازش بمونم در آسانسور رو بستم و طبقه همکف رو زدم. سرم رو به دیواری آسانسور تکیه دادم و چشمامو بستم. فکرم سمت نگاش رفت. مگه میشه یادم اینقدر چشماش جاذبه داشته باشه؟ به نظرم کسایی که قلب صاف و پاکی داشته باشن چشماشون هم یه برق و جذبه خاصی داره که توی هر نگاهی نمیبینیش. با توقف آسانسور از فکر اون دختر اومدم بیرون. هادی رو رسوندم خونه و یکم من باهاش ریاضی کار کردم. ساعت 2 ظهر بود و خواستم یکم بخوابم و استراحت کنم که سر حال برگردم مطب. اما باز مدام به اون دختر فکر می کردم. چهرش کلن توی ذهنم بود. با خودم گفتم یعنی برای چی اومده؟ شاید مشاوره برای درساش میخواست. خلاصه که هر کاری کردم نتونستم بخوابم. عصر که رفتم مطب منشی برای اون روز به دختره نوبت نداده بود. از طرفی وضعیت توی خونمون آشفته شده بود. به خاطر اون قرار خواستگاری. روزی که بابا قرار خواستگاری گذاشته بود رسید. سر مامان و بابا داد زدم. گفتم هیچ وقت حاضر نیستم همچین کاری بکنم. اما به اجبار آماده شدم و با اعصابی داغون در ماشین رو به هم کوبیدم و منتظر موندم تا بیان. هم نمیتونستم روی بابا رو زمین بذارم و هم نمیخواستم پامو توی اون خونه بذارم. اولین بار بود که سرشون داد میزدم و پشیمون شده بودم. آرنجم رو به در تکیه دادم و کف دستم رو روی سرم گذاشتم. با صدای باز شدن درای ماشین سرم رو پایین انداختم. آروم گفتم ببخشید که اونطوری سرتون داد زدم. دست ظریف مامان روی شونه سمت راستم نشست. این حرفو نزن. حالا میریم اونجا خونهشون صحبتامونو میکنیم. هان نظرت چیه عزیزم؟ دستم روی دست مامان گذاشتم و آروم گفتم باشه ببینیم چی میشه. ماشین رو به حرکت در آوردم و آروم از کوچه تاریک رد شدم. بابا گفت
صحبت برای این پسر کافی نیست. باید زن بگیره. کلافه گفتم بابا حالا چرا حتما این خانواده؟ بابا گفت چون دختر رفیقمه، شناسه. دیگه نمیتونستم یکی بدو کنم. خلاصه که دست گل به دست رفتیم خونه‌شون. با چهره‌ای در هم زنگ در رو زدیم. در رو باز کردن و اومدن استقبالمون. وارد خونه شدیم. آذر با خنده جلو میستاد. به اطراف نگاه کردم. نمیدونستم باید دست گل رو به کی بدم. خواهر کوچیکش کنار یه مرد ایستاده بود. من مات و مبهوت نگاه کردم که یهو حاج عباس گفت آذر بابا دست گل رو بگیر. مجبور شدم دست گل و سمت آذر گرفتم و نشستیم. از صحبتاشون متوجه شدم خواهر کوچیکتر آذر این مدت ازدواج کرده و بابا منو دوباره برای خواستگاری آذر برده. با فکر اینکه قراری با آذر ازدواج کنم ابروهام تو هم رفت و نفسام تندتر شد. اون موقع که آذر رو میخواستم بهم نداده بودنش. الان که نمیخوامش به زور میخوان بهم بدن. آذر خودنمایی میکرد. دیگه اون آذری نبود که من دوست داشتم. بابا شروع کرد به حرف زدن و از گذشته ها گفتن. منم سکوت کرده بودم. نتیجه بحثشون این شد که اجازه بدن ما جوونا خودمون بیشتر فکر کنیم و صحبت کنیم. به حالت عصبی از خونه اومدم بیرون و بدون اینکه سوار ماشین شم گفتم بابا اصلا کارتون درست نبود. گولم زدید. مجبور بودم پسر بهت دروغ بگم. میدونستم تو به خاطر آذر دیگه تو این خونه نمیای. صدامون بالا رفت و مامان تو سر خودش میزد که زشته. تو کوچه مردم میشنون. دیگه ادامه ندادم. بدون اینکه توجهی کنم خودم سر خیابون تاکسی گرفتم و برگشتم خونه خودم. یه خونه مجردی که چند سال پیش گرفته بودم برای همچین وقتایی. خیلی کم میرفتم اونجا. سعی کردم به اتفاقات امشب فکر نکنم. مطمئن بودم آذر حالا که فهمیده دکترا دارم دیگه برای ازدواج ولم نمیکنه. جوان‌تر که بودم خودم رفتم خواستگاریش. چون اون موقع خام بودم. فرق بین عشق و خواستن از روی میل رو نمیشناختم. اما امشب که دیدمش هیچ حسی نسبت به آذر نداشتم. حتی احساس کردم ازش بدم میاد. شنبه که شد رفتم مطب. منشیم به محض دیدنم گفت آقای دکتر یه خانومی اومده با شما کار داره توی اتاق منتظرتونه. باشه گفتم و به امید این که این خانوم همون دختری باشه که چند بار دیدمش وارد اتاق شدم. اما با آذر مواجه شدم. عصبی گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ سلامت کو عزیزم. با حرص گفتم خب سلام. برای چی اومدی؟ با این حرفم انگار آذر خجالت کشید. رنگش پرید. میخواست جواب بده که یهو تقه‌ای به در خورد و اون دختر با چشمای قهوه‌ایش وارد اتاق شد. معذب گفت ببخشید عذر میخوام. آخه منشیتون نبودن. یهو خانم سولتی از پشتش وارد شد و گفت ببخشید آقای دکتر یه چند دقیقه‌ای رفتم با گوشی صحبت کنم. اینجا نبودم. آروم رو به خانم سولتی منشیم گفتم اشکالی نداره. بعدش به آذر گفتم بهتره الان بری کار دارم. آذر ناراحت شد. دستشو روی بازوم به طور چندشی کشید و با ناراحتی گفت دلم برات تنگ میشه آرمان. اخمی کردم و با تشر اسم آذر رو صدا زدم. آذر زودتر برو. آذر با دلخوری مانتو و شالشو برداشت و کیفشو چنگ زد. با قدمای بیحال از اتاق رفت بیرون. سرفه‌ای کردم و رو به اون دختر گفتم سلام بفرمایید بشینید. نیم نگاهی به هم انداخت و روی کاناپه نشست. گفتم در خدمتم چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ به چپ و راست نگاه کرد. معلوم بود نگران و مضطربه. نخواستم مستقیم بپرسم که مشکلش چیه. اول اسمشو پرسیدم. اسمش نارین بود. گفتم قرار بود اون روز برای مشاوره وقت بگیرید. اما وقتی من برگشتم شما رو توی اتاق انتظار ندیدم. نارین نفسی کشید و با تته پته جوابم داد. راستش کاری برام پیش اومد. نشد بیام. سری تکون دادم و گفتم امیدوارم مشکلتون حل شده باشه. نارین سرشو تکون داد و گفت نه حل نشد بدتر شده. به پارچه و لیوان اشاره کردم و نارین یه لیوان آب خورد. خودش شروع کرد به تعریف کردن. خانواده‌اش خیلی خانواده خوب و آبروداری بودن.
نارین فرزند آخرشون بود. توی روستایی نزدیک شیراز زندگی میکردن. توی روستاشون رسم دارن اگه خانومی نتونه بچه‌ای به دنیا بیاره یا مردی زنش از دنیا بره، اون مرد میتونه مجدداً ازدواج کنه و بچه دار شه. مراد کسی که همسرش بعد از تصادفی که کرده بود ویلچر نشین شده بود و نارین باید همسر مراد میشد. پدرش هم قبول کرده بود، فقط به خاطر رسمی که داشتن. ازدواج کرده بودن اما همه چی عوض شده بود. شب ازدواجشون مراد فکر کرده بود که نارین دختر نیست و برای همین شروع کرده بود به زدن. انقدر زده بودش که نارین از هوش رفته بود. بعد از اینکه مراد دلش خنک میشه و آروم شده بود، وسایل نارین رو میندازه توی چمدون و نارین رو از خونش بیرون میندازه و به نارین میگه که باید از روستا بری، چون به همه میگم که پاک نبودی. نصف شب هنوز سپیده سر نزده نارین میره سمت جاده تا ماشینی بیاد و بتونه از اونجا بره جایی که کسی اونو نمیشناسه و نارین میاد شیراز. توی مسجد با یه خانومی آشنا میشه و اون خانومم نارین رو با خودش میبره خونه. نارین مجبور میشه و چون جایی رو نداره قبول میکنه و با اون خانوم میره خونش. اسم اون خانوم پروینه و نارین خیلی ازش تعریف کرد، تا اینکه چند روز پیش نارین متوجه میشه که مراد اومده سراغش، اما نارین نمیخواد باهاش روبرو بشه. شروع کرد به گریه کردن. حق حق میکرد و نمیتونست حرفاشو ادامه بده. دستاشو روی صورتش گذاشت و گریه هاشو ادامه داد. اجازه دادم حسابی گریه کنه و سبک بشه. بعد گفتم اینطور که متوجه شدم ترس از همسرت مراد باعث شده شبا کابوس ببینی. این ترس به خاطر شب ازدواجته. باعث شده هر شب کابوس ببینی. ازش خواستم اول با خودش کنار بیاد. ترسش و آروم از خودش دور کنه. آدم از هر چی به ترس سرش میاد. بعدم موضوع همسرش بود. ازش خواستم با مراد روبرو بشه. ازش دلیل بخواد که چرا اومده. نارین سرش رو به نشونه تایید تکون داد و گفت پروین خانوم که باهاش زندگی میکنم میگفت باید درخواست طلاق بدم. گفتم کم کم پیش میریم. اول باید این ترس رو از خودت دور کنی. قبل از خواب حتما به چیزایی فکر کن که خوشحالت میکنه، نه چیزایی که تو رو میترسونن، تا شاید کابوسای شبونت کمتر بشن. مکسی کردم و ادامه دادم خب مثل این که 45 دقیقه‌مون تموم شد. شمارم رو برات میذارم. اگه کار فوری پیش اومد حتما روی کمکم حساب کن. تشکر کرد و با تردید کارتو از روی میز برداشت و رفت. همین که نارین رفت بیرون منم پشت سرش رفتم. ماشینم جلوی در پارک بود و با همدیگه میخواستیم از چهارراه رد شیم که یه موتوری با سرعت از کنارمون رد شد. باعث شد من نارین رو یهو بکشم طرف خودم. تو چشماش خیره شدم و اونم خجالت کشید. سری خودش رو عقب کشید و ازم عذرخواهی کرد. ازش خواستم اجازه بده که برسونمش. به هیچ عنوان فکر نمی کردم کسی که این همه مدت بهش فکر می کردم متأهل باشه و این اتفاقات بسیار بد و توی زندگیش تجربه کرده باشه. به چهرش که غرق تماشای پیاده روها بود نیم نگاهی انداختم. حس چند لحظه پیش که به طرف خودم کشیدمش تا از برخورد موتوری بهش نجاتش بدم توی ذهنم مرور شد و احساس می کردم که روی ابرام. احساسی ناب و بکر بود. بعد از اینکه رسوندمش به خونه تشکری کوتاهی کرد و پیاده شد. تا خواستم حرکت کنم گوشیم زنگ خورد. جواب دادم. مزاحم همیشگی بود. آذر. گذاشتم روی اسپیکر. گفت وای عزیزم خوبی؟ کجایی؟ نگو که هنوز مطبی. اولا که مرسی ممنونم. دوما ما هنوز حتی نامزدم نکردیم که داری آمارمو میگیری. وای عزیزم آمار چیه؟ چرا دیگه نامزد کردیم؟ من امروز جوابمو به خانواده ها گفتم. فکر کنم تو هم منو دوست داری که اومدی خواستگاریم. با حرص گفتم آذر خانم من جوابم منفیه. اینو هم به خانواده هامون میگم که فکر نکنن از خداشونه من و شما با هم ازدواج کنیم. اما آرمان قبلا دوستم داشتی. حتی اومدی خواستگاریم. قبلا فرق داشت. قبلا سنی نداشتم. گول ظاهر تو خوردم.
الان فرق میکنه. ضمناً اون موقع جواب منفی دادی. روز خوش. قبل از اینکه چیزی بگه گوشی و روش قطع کردم. فرمون رو کج کردم و از فریایی که کنارم بود به سمت خونه خودم حرکت کردم. شب تو آشپزخونه مشغول بودم که نارین پیام داد. سلام دکتر، نارینم. امشب مراد میاد خونه‌ای که با اون خانوم زندگی میکنم، پروین خانوم. نمیدونم چطوری بهش بگم جداشیم. هر چقدر سعی میکنم به این موضوع فکر نکنم نمیتونم. براش نوشتم سلام. امیدوارم حالت خوب باشه. معمولا تو این لحظه ها به مراجعه کننده هام پیشنهاد میکنم نفس عمیق بکشن و خب تا حدودی هم جواب داده. بعد از اینکه پیامو فرستادم صدای آیفون اومد. وقتی در رو باز کردم دیدم باباست. بالا اومد و بدون سلام علیک گفت به چه جرأتی با آبروی من بازی میکنی پسر؟ ذهنم قفل کرده بود. میدونستم اگه از راه دیگه ای وارد شم مسلما نمیذاره از خودم دفاع کنم. نفس عمیقی کشیدم و با آرامش گفتم بابا میخوام یه موضوعی رو بهتون بگم. فقط لطفاً بشینید و به حرفام گوش کنید. اگه حرفام منطقی نبود هر چی شما بگید قبول میکنم. براش توضیح دادم که یادتونه چند سال پیش رفتیم خواستگاری آذر و دلش با من نبود و جواب رد داد. الان اگه جواب بله داده فقط به خاطر وضع مالیمه، به خاطر موقعیت شغلیمه که دارم. خلاصه که قانعش کردم. اون موقع جوون بودم، نمیفهمیدم. اما حالا میخوام با چشم باز ازدواج کنم. وقتی اینا رو گفتم بابا سکوت کرد. ادامه دادم لطفاً به مامان بگین من یه مدت خونه خودم میمونم تا هم شما آرومتر بشید و فکر کنید، هم به خانواده آذر مهلت داده باشم تا فکر کنن میخوان تا آخر عمر آذر فقط به خاطر پولم با من باشه یا نه. بابا نفسی تازه کرد و گفت خودت به مامانت زنگ بزن. اگه من بگم دلش شور میزنه. میشناسیش که. سرمو تکون دادم. به نظر میرسید بابا آروم شده. برگشت خونه. یادم به نارین افتاد. رفتم و گوشیمو برداشتم. دیدم یه پیام دیگه فرستاده. نوشته بود میتونم ببینمتون، نیاز دارم حرف بزنیم. یه تای ابروم با خوندن پیامش ناخودآگاه بالا پرید. دستی به گردنم کشیدم و شروع کردم به تایپ کردن. نوشتم البته من وقتم آزاده. یه کافی شاپ نزدیک مطبه. ساعت 7 خوبه؟ و فرستادم پیامو. اون روز نارین رو دیدم و باهاش صحبت کردم. کم کم تونستم با صحبتام آرومش کنم. در حالی که کمی سبکتر شده بود از من خداحافظی کرد. منم برگشتم خونه. خیلی دلم برای نارین میسوخت. اولین کسی که وارد زندگیش شده بود زندگیشو نابود کرده بود و باعث ترس و اضطراب زیاد نارین شده بود. مطمئن بودم میتونم کمکش کنم و درمان شه که کابوسای شبونش تموم شه. اما نارین برای من مثل بقیه نبود. فرق داشت. وقتی بود آرامش داشتم و وقتی نبود آشوب بودم و بیقرار. میدونستم نباید بهش فکر میکردم اما نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. چند روزی گذشت و هیچ خبری از نارین نبود. چند باری رفتم جلوی همون خونه‌ای که پیادش کرده بودم اما اثری ازش نبود. مجبور شدم باهاش تماس گرفتم به بهونه اینکه چرا جلسات مشاورش رو ادامه نداده. گفت مفصله و باید حضوری حرف بزنیم. یه قرار ملاقات توی مطب باهاش گذاشتم. دل تو دلم نبود بفهمم چی شده. چند دقیقه بعد یه پیام از طرف نارین اومد. نوشته بود ممکنه امشب صحبت کنیم. چند دقیقه به پیامش خیره شدم و نوشتم نارین جان الان من خونه هستم. مشکلی نداری توی پارک یا یه جای عمومی صحبت کنیم؟ براش پیامو فرستادم و منتظر موندم جواب بده. عجیب بود. چرا میخواست الان با هم صحبت کنیم؟ صدای پیامک گوشیم بلند شد. پیامشو باز کردم. نوشته بود نمیتونم جای عمومی شما رو ببینم چون مراد منتظر منو با یه نفر ببینه. مشکلی با اومدم به خونه شما ندارم. چشام گرد شده بود. اندازه گردو. باور نمیکردم میخواد بیاد خونم. یه پیام دیگه فرستاد. البته اگه خانومتون مشکلی نداره. با خوندن پیام دومش لبخندی زدم. فکر میکرد متأهلم. به همین خاطر میخواست بیاد. اما به هر حال هنوز شوهرش شیراز بود. نمیتونستم ریسک کنم.
براش آدرس خونم رو فرستادم. وقتی اومد با دیدنش فهمیدم چقدر دلتنگش بودم. پرسیدم چرا نیومدی جلسات مشاوره؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت من و مراد جدا شدیم. بعد از گفتن این حرف به صورتم دقیق شد تا آثار حرفش رو توی چهرم ببینه. وقتی دید خونسرد نگاش میکنم ادامه داد به خواست خودش بود. اون شب اومد خونه پروین خانم. جدا از تحقیرها و خواسته های عوضیش از من خواست تا جدا شیم. پرسیدم الان دیگه کابوس نمیبینی؟ لبخند کم رنگی زد. گفت میبینم اما به قدری کم شده که احساس آزادی میکنم. دکتر، وسط حرفش پریدم و سری گفتم بگو آرمان. انگار دنیا متوقف شد. همونطوری نگاه میکرد. آروم گفت آرمان، احساس میکنم یه چیزی گم کردم. مثل خودش گفتم اون چیه؟ نمیدونم. فقط میدونم دلم نمیخواد از اینجا برم. پس نرو. ضربان قلبم روی 1000 رفته بود. میدونستم نارین بیمارمه و نباید این کارو انجام بدم. اما نمیتونستم جلوی قلبم رو بگیرم. آب دهنم و قورت دادم و از روی مبل بلند شدم. آروم و آهسته بهش نزدیک شدم و گفتم اگه چیزی میخوای باید به دستش بیاری. من کنان گفت اما نمیتونم، یعنی نباید این کارو. انگشت اشارم و روی صورتش گذاشتم و گفتم این که بخوای به خودت بستگی داره. کمکت میکنم که نترسی و دیگه کابوس نبینی. نمیخوام گذشتت زنده بشه. سرشو تکون داد و از روی مبل بلند شد. این دختر طلسم داشت. طلسمی که منو اسیر نگاش کرده بود. سری نگامو از جادوی چشماش گرفتم و گفتم بهتره یه نوبت دیگه براتون بذارم. خودمم از رسمی صحبت کردن یهوییم متعجب شدم. گفت باشه، من مزاحم نمیشم. نارین رفت و از اینکه حس کردم اونم یه حسایی به من داره خیلی خوشحال بودم. اما باید بهش زمان میدادم. چند هفته گذشت. رفت و آمدم با نارین بیشتر شد. هنوز با مامان و بابام سر و سنگین بودم. یه شب نارین بهم پیام داد که پروین خانم خواسته من برای شام برم اونجا. واقعا زن خوبی بود و حق مادری به گردن نارین داشت. پروین خانم بعد از پذیرایی ما رو تنها گذاشت. رو به نارین گفتم نارین، یه خواسته ازت دارم. کنجکاو بهم خیره شد و پرسید چی میخوای؟ ازت میخوام تا کامل حالت خوب نشده به علاقه‌ای که بینمون هست فکر نکنی. نگران گفت چرا؟ جواب دادم چون روند درمانت کند میشه. اما این عشقی که به تو دارم باعث شد که کابوسام از بین بره. چرا میخوای عشق و علاقه‌ای که بهت دارم و نادیده بگیرم؟ نه نارین، من نمیگم نادیده بگیر. من میگم پرید وسط حرفم و دلخور گفت نه، تو داری توجیه میکنی. این عشقی که پیروز شده و حال منو خوب میکنه. این امید به توی که منو از اون حالت بیرون میاره. بعد تو ازم میخوای نادیده بگیرمش؟ سعی کردم قانعش کنم. گفتم به خاطر خودت میگم. اما ناراحت شده بود. بعد از اینکه شام خوردم برگشتم خونه. مامان پیام داده بود که برم اونجا. از در که داخل شدم سر به سر هادی گذاشتم و چند دقیقه بعد مامان اومد توی سالن و با خنده گفت اون دختری که دلتو برده کی میاری مام ببینیمش؟ سرم و پایین انداختم و گفتم اون هنوز بیمار منه. باید مراحل درمانش رو تموم کنه. در ثانی به خاطر گذشته‌ای که داشته سخت میتونم باهاش در مورد این موضوع صحبت کنم. از رفتارام همه خانواده فهمیده بودن که عاشق یکی شدم و با مامان صحبت کردم. راز دلم رو بهش گفتم تا با بابا در میون بذاره. دیگه حرف آذر رو هم نزنن. بابا با لیوان چای اومد توی سالن و گفت باید امشب تکلیف آذر رو مشخص کنی. نمیشه دختر مردم و علاف خودت نگه داری. دیگه کلافه شده بودم. انگار بابا هنوزم روی حرف خودش مصر بود. عصبانی گفتم پدر من آذر رو نمیخوام. به خانواده‌اش بگید این وصلت به هم خورده. اگه یه بار دیگه اسم اون دختر رو پیش من بیارید برای همیشه از این خونه میرم و پشت سرم هم نگاه نمی کنم. بابا پوزخندی زد و گفت چشمم روشن. حالا به خاطر یه دختر تو روی پدرت وای میسی؟ بحثمون شد و من ماجرای نارین و خودم دوباره بهش گفتم. اما بابا گفت نمیرم خواستگاری دختری که معلوم نیست اصل و نسبش کیه و اهل کجاست.
کلافه از خونه زدم بیرون. دیگه توان نداشتم و با این حال بدم بیشتر حال نارین رو بد می کردم. تصمیم گرفتم کاری کنم آذر برای همیشه از زندگیم بره بیرون. آمارشو داشتم، این که پارتی میره و اهل نوشیدنیه. میدونستم بابا با این کارا خیلی مخالفه. خواستم از همین فرصت استفاده کنم، اما نمیدونستم چیکار کنم. تصمیم گرفتم دست به کار شم. یه روز به آذر زنگ زدم و گفتم میخوام ببینمش و بهتر این قرار تو خونه من باشه. اونم که فکر میکرد نام زدیم زود قبول کرد. از قبل از طریق یکی از دوستام نوشیدنی به اندازه کافی آوردم. از در که وارد شد آویزونم شد و مجبور شدم تحملش کنم. روی کاناپه نشست و رفتم تو آشپزخونه. صداشو شنیدم که گفت چیزی نمیخورم، بیا بشین عزیزم. دست و پام میلرزید و این تنها راهی بود که جلوی پام بود. باید ثابت میکردم آذر آدم زندگی من نیست. نوشیدنی‌ها رو ریختم تو لیوان و رفتم تو سالن. تا لیوانا رو دید بلند خندید و گفت پس تو هم این کاری؟ لبخندی زدم و کنارش نشستم. لیوانو برداشت و با ادا جلوی من گرفت و گفت اول تو بخور. چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم قبل از اینکه تو بیای من خوردم. لیوانو بالا کشید. خودش خورد. 2 تا پشت سر هم. دیگه از خود بیخود شده بود. خواستم از حالتش فیلم بگیرم و برای بابا بفرستم. اما یه لحظه نتونستم این کارو بکنم و وجدانم قبول نکرد. به این فکر کردم اگه یه روزی دختردار بشم هیچ وقت دوست ندارم با آبروش بازی بشه. دیگه نمیدونستم چی کار کنم. زیاده روی میکرد و من هرس میخوردم. پشیمون شدم. نتونستم نقشمو عملی کنم. فقط با همون حال و احوالش بردمش جلوی خونشون پیادش کردم. بعدش بهش پیام دادم و نوشتم اگه یه بار دیگه مزاحم من و زندگیم بشی مطمئن باش به بابات میگم تو مهمونی‌ها چه غلطایی میکنی. کلافه تو خیابونا میچرخیدم. نارین واقعا دین و ایمون منو برده بود، اما خدا رو شکر تونستم به خودم مسلط شم و آبروی آذر رو نبرم. امیدوار بودم دیگه حداقل خودش بترسه و نزدیکم نشه. این چیزا برای خانواده ما و البته خانواده خودش خیلی مهم بود. ارزش محسوب میشد. ما خانواده معتقدی بودیم. رفته بودم خونه تا به هادی سر بزنم. با صدای داد بابا 2 متر پریدم. با ترس از اتاق اومدم بیرون. به قیافه سرخ بابا که با عصبانیت به من خیره شده بود برخوردم. چی شده بابا؟ اتفاقی افتاده؟ بدون هیچ حرفی فقط نگاه میکرد و نفس نفس میزد. نگاهی به تلفن که توی دستش گرفته بود انداختم. قرید زود بگو چه غلطی کردی؟ بگو چرا آبروی من پیرمردو میبری؟ پدر من که گفتم آذر رو نمیخوام. من وسط حرفم با صدای بلند گفت تو بیجا کردی آذر رو نمیخوای. الان پدرش به من زنگ زد گفت چه غلطی کردی. وقتی من آذر رو بردم جلوی خونشون باباش از پنجره منو دیده بود و زنگ زد به بابا و گفت پسر دختر منو برده و بهش نوشیدنی داده و با این حال تحویلم داده. کلافه گفتم بابا جان من آذر رو نمیخوام. این کارو کردم تا را به را منو نارین رو تهدید نکنه. از بس سنگ آذر رو به سینه زدی که منو نمیبینی. بابا من پسرتم. به بابا التماس کردم بی خیال بشه. به خانواده آذر بگه نمیخوامش. براش توضیح دادم آذر مهمونیای مختلط میره. کم کم صدام داشت اوج میگرفت، اما سعی کردم با ملایمت و تون صدای کمتری قانعش کنم. بابا گفت به من ربطی نداره. فقط بگو چرا دختری که معلوم نیست از کجا اومده رو به آذری که میشناسیم ترجیح میدی؟ چون آذر برای من فقط یه میل از روی نادونی بود که خیلی زود تموم شد. ولی علاقه‌ای که به نارین دارم غیر قابل توصیفه. پوزخندی زد. از من نخواه که اون دختر رو به خانواده آذر ترجیح بدم. همین حالام از خونه من برو و دیگه بر نگرد. نمیخوام پسری مثل تو داشته باشم. سرمو تکون دادم. گفتم چشم من میرم، ولی مطمئنم پشیمون میشید. بدون اینکه منتظر جوابی از بابا باشم برگشتم توی اتاق و وسایلمو توی کیف دستی مسافرتیم ریختم. با همون لباسی که تنم بود از خونه بیرون زدم. در ماشین رو باز کردم و کیفو انداختم صندلی عقب.
با صدای نگران مامان برگشتم که گفت چی شده آرمان؟ کجا داری میری؟ نگاهی به هادی که با تعجب بهم خیره شده بود انداختم و رو به مامان گفتم چیزی نیست مامان جان، میرم خونه خودم. وا چی شده آخه؟ بابا بحثم شد. نگران نباش مامان جان، چیز مهمی نیست. برید داخل، هوا سرده. معلوم بود مامان قانع نشده، اما گفت باشه، زود برگردی اینجا. پشت فرمون نشستم. موقع بستن در گفتم اگه بابا راضی بشه بله برمیگردم. گاز دادم و رفتم. به نارین زنگ زدم و گفتم آماده بشه تا برم سراغش و با هم بریم بیرون. من و پروین خانم توی سالن بودیم. از روی مبل بلند شدم و بعد از اجازه گرفتن از پروین خانم از خونه اومدیم بیرون. در ماشین رو براش باز کردم. با لبخندی که چال گونه‌ش رو نشون میداد سوار شد. گفتم خب خوشگل خانم، بالاخره تونستم بعد چند روز زیارتت کنم. نمیگی دلم برا تنگ میشه؟ خنده نخودی کرد و گفت این دلتنگی برای شما لازم بود. چرا؟ چون هر چقدر کمتر منو ببینی و دلتنگم بشی میفهمم که علاقت به من واقعیه، از روی میل یا از روی ترحم نیست. باورم نمیشد که نارین اینطوری در مورد من فکر میکرد. کجای راه و اشتباه رفته بودم یا چیکار کرده بودم که همچین فکری توی ذهنش بود؟ دیگه سکوت کردیم. یهو خودش گفت ببخشید ناراحتت کردم. حرفش بوی شرمندگی میداد. اشکالی نداره، اما میخوام این موضوع رو برات روشن کنم نارین. علاقه من به تو قلبیه، از روی ترحم یا چیزای دیگه ای نیست. مطمئن باش. هیچ وقت به علاقه من به خودت شک نکن. دوست دارم. چند وقت پیش یه حلقه گرفته بودم. خواستم وقتی حالش خوب شد بهش پیشنهاد بدم. احساس کردم بهترین موقعیته. رفتیم یه رستوران و یکم درباره غذا و چیزای دیگه حرف زدیم. از قبل با رستوران هماهنگ کرده بودم. استرس داشتم و نمیذاشت چیزی از گلوم پایین بره. میترسیدم نارین قبولم نکنه. غذامون تموم شد و برامون دسر آوردن. قبل از اینکه قاشقو برداره و از دسر بخوره، جعبه انگشتر رو از توی جیب کتم در آوردم و از روی صندلی بلند شدم. در جعبه رو باز کردم و جلوی نارین زانو زدم. نارین با من ازدواج میکنی؟ از روی صندلیش بلند شد و با بغض گفت بله که ازدواج میکنم. با نیش باز حلقه رو از توی جعبه در آوردم و توی دست نارین انداختم. صدای دست و سوت اطرافمون باعث شده بود هیجان زده بشم و روی دستش رو بوسیدم. با این کارم چند نفر گفتن زن ذلیل. نمیگین مجرد اینجا نشسته؟ لهمون کردی دادا. نارین با خنده و لپای گل انداخته پشت میز نشست و آروم گفت اصلا انتظار نداشتم اینجا، اونم الان از من درخواست ازدواج کنی. قبلا بهت گفته بودم که غیر قابل پیش بینیم. هر دومون خیلی خوشحال بودیم. بعد از اینکه از رستوران اومدیم بیرون، توی ماشین که نشستیم گفتم نارین میخوام یه درخواستی ازت بکنم. کنجکاو پرسید چه درخواستی؟ دستشو گرفتم و روی دنده گذاشتم. ازت میخوام اگه اجازه بدی برای خواستگاری بیام. ولی تا روزی که بابا ازدواج ما رو قبول کنه باید بدون خانوادم بیام. متوجه هم آرمان، اما این بی‌حرمتیه. اونا تو رو بزرگ کردن و به دنیا آوردن. صلاح نیست بدون اونا این مراسم رو انجام بدی. کلافه گفتم اما نمیتونم صبر کنم. نمیتونم نداشتن تو تحمل کنم. پس فعلا بیا. بعد که پدرت قبول کرد رسمیش کن. سرم رو تکون دادم و حرفی نزدم. میدونستم مرغ بابا یه پا داره. وقتی بگه نه یعنی نه. مجبور بودم از مامان بخوام تا راضیش کنه. بعد از رسوندن نارین وقتی نزدیک خونه شدم گوشیمو برداشتم و به مامان زنگ زدم. ازش خواستم با بابا صحبت کنه، اما مامان میگفت بابا فعلا عصبیه، بهتره بهش زمان بدی. روز بعد نارین اومد مطب و ازم خواست ببرمش روستاشون. سرمو تکون دادم. پرسیدم اونجا اذیت نمیشی؟ میترسم آبروریزی کنه. نمیدونم آرمان. امیدوارم مراد اونجا نبینم. نگران نباش. اگه هم اومد خودم حسابشو میرسم. حالا بیا یه محبتی به من بکن ببینم. خندید و سرش آورد نزدیک. خیلی حس خوبی بود. میترسیدم از اینکه بابا قبول نکنه بیاد و من مجبور شم خودم نارینو تنها عقد کنم.
نارین دیگه نیازی به مشاوره نداشت و خدا رو شکر حال روحیش خیلی خوب بود. آخر هفته بود و سمت روستاشون حرکت کردیم. دستشو گرفته بودم و سعی کردم روی رانندگیم تمرکز داشته باشم. راستش با حضور نارین خیلی برام سخت بود. خلاصه بعد 3 ساعت به نورآباد رسیدیم. آدرس خونه‌شون رو داد و جلوی در پیاده شدیم. نارین با ترس و لرز در و زد و من یه گوشه ایستاده بودم تا اگه چیزی بهش گفتن خودمو نشون بدم. در باز شد و مرد میان سالی با دیدن نارین که سرشو پایین انداخته بود و مطمئن بودم چشماش از بغضی که داره سرخ شده حیرت زده شد. دستشو روی چونه نارین گذاشت و با بغض اسمشو صدا زد. دختر نازم، نارین، بالاخره برگشتی تا خونواده نابود شدت رو ببینی. شونه های نارین از حق به لرزه در اومدن. باباش گفت بعد از اون آبروریزیایی که راه افتاد بازم دختر منی. بیا تو که مادرت دلتنگته. نارین با بغض و چشمای خیس گفت براتون توضیح میدم. باباش سرشو تکون داد و گفت فعلا بیا داخل استراحت کن. خوشحال شدم از اینکه پدرش انقدر با درک بود و نارین رو قبول کرد. چند ساعتی گذشت و من توی روستا میچرخیدم که نارین پیام داد و گفت برم خونه‌شون. گل و شیرینی گرفتم و پشت در ایستادم. نفس عمیقی کشیدم و در زدم. همون مرد میان سال در رو باز کرد و تعارف کرد که برم داخل. نارین مظلوم یه گوشه نشسته بود. مادرش قربون صدقم میرفت و خدا رو شکر میکرد از اینکه خدا منو سر راه دخترش گذاشته و ازش مراقبت کردم. پدرش گفت پس تو قهرمان دختر منی. من اولش هر کاری کردم به خاطر وظیفه‌ام بود. بعدم که علاقه‌مند شدم و به خاطر علاقم سعی کردم به نارین کمک کنم. دختر من لیاقتش خیلی بیشتر از مراده. خوشحالم تو رو انتخاب کرده. زیر چشمی به نارین نگاه کردم. از شرم و خجالت سرش پایین بود. مامانش برامون غذا آورد و پدرش بحث خانواده‌مو پیش کشید. مجبور شدم بگم من فعلا اومدم نارین رو بیارم پیش شما تا خیالتون راحت شه که حالش خوبه و سر فرصت مناسب با خانواده‌ام میام. عصر برگشتیم تهران. پدر نارین اجازه نداد نارین توی روستا بمونه. میگفت اگه مراد بفهمه اذیتش میکنه. منم مطمئنش کردم که دخترشو میبرم پیش پروین خانم. خبری از مامان و بابا نبود. همینطور از آذر. یه روز از نارین خواستم با هم بیاد خونه بابا مینا. بریم پیش پدر و مادرم. خواستم از پدرم به خاطر بی احترامی ها معذرت خواهی کنم. نارین اول قبول نمی کرد. می گفت خجالت می کشم. بالاخره با اصرارای من راضی شد. مامان با دیدنم محکم منو بغل کرد و قربون صدقم می رفت و بعدش هم نارین رو بغل کرد. مدام ازش تعریف می کرد. نارین واقعا خوشگل بود. وارد سالن که شدیم بابا ایستاده بود. با ترس و لرز سلام کردیم. جلو رفتیم و نارین دست بابا رو بوسید و منم پشتش همین کارو کردم. بابا ساکت بود و مامان سعی می کرد با نارین حرف بزنه تا غریبی نکنه. بعدم به بهونه سر زدن به غذا و کشیدن ناهار نارین رو برد پیش خودش. آروم گفتم بابا من اشتباه کردم. من خواستم از آذر فیلم بگیرم و برای باباش بفرستم و آذر رو تهدید کنم، اما پشیمون شدم. یهو بابا به حرف اومد و گفت بعد از اینکه مشعباس ماشین تو رو دید و وضعیت دخترش رو هم دید باعث شد بیشتر حواسش بهش باشه و فهمید مهمونیای ناجور میره. چشامو بستم گفتم بابا من که گفتم آذر آدم من نیست. خونواده‌شو دیدی؟ متعجب پرسیدم خونواده کی بابا؟ نارین دیگه. شروع کردم به تعریف کردن و براش توضیح دادم که رفتم پدر و مادرشو دیدم و خانواده خیلی ساده این، خیلی هم آبرودار و با عزت. بالاخره بابا راضی شد و رفتیم خواستگاری رسمی. نارین چند روز زودتر با پروین خانم رفت. مراسم خواستگاری برگزار شد و همه چی خیلی خوب بود. تاریخ عقد و عروسی مشخص شد. شب عروسی احساس کردم خوشحال‌ترین آدم روی زمینم. پدر و مادر نارین کلی به هم سفارش کردن که مراقب دخترشون باشم و خوشبختش کنم. مطمئنشون کردم. من و نارین سوار ماشین شدیم و بقیه هم بوق زنان پشت سرمون راه افتادن تا اینکه بالاخره مراسم تموم شد و من و نارین رفتیم خونه خودمون. نارین لبخندی زد و گفت خیلی خسته شدی امشب. گفتم داشتنت همه این خستگی‌ها رو با خودش میشوره میبره. لبخندی زد و از روی کاناپه بلند شدم. دستشو گرفتم و گفتم با من بیا.
گفت من همیشه با تو هم. بدون تو هیچ جا نمیرم. این دختر با حرفاش، چشماش، لبخندش منو دیوونه میکرد. به طرف اتاقمون رفتیم. نگاش به گلای رز قرمز و سفید که روی زمین و روی تخت ریخته بود و شمعای کوچیکی که روی زمین به صورت قلب درست شده بود و روی عسلی گذاشته بودم افتاد. با حیرت به طرف من برگشت و گفت آرمان. لبخندی از رضایت زدم و گفتم امیدوارم بتونم زندگی که لایقشی و برات بسازم. چشماشو روی هم گذاشت و بعد پاکتی از توی کیفش در آورد و داد دستم. با تعجب پرسیدم این چیه؟ منمن کنان گفت این نشون میده که من دختر بودم و دخترین با بقیه فرق داشته. به خاطر همین اون مراد فکر میکرد من دختر نیستم. متعجب به پاکت خیره شدم. بعد از چند ثانیه به نارین نگاه کردم که سرش پایین بود و اشکاش سرازیر شده بود. با دست چونش رو گرفتم و نگاش کردم. گفتم تو رفتی اون معاینه رو انجام دادی؟ با بغض سرش رو تکون داد. خودمم بغض کردم. گفتم من اصلا برام مهم نبود نارین. خواستم بهت ثابت کنم آرمان. عقب رفتم و پاکت رو برداشتم و پاره کردم و با محبت گرفتمش. گفتم من بهت اعتماد دارم عزیزم. بهت قول میدم خوشبختت کنم. خوشبخت‌ترین دختری روی زمین. عزیزای دلم اینم از سرگذشت آرمان و نارین. امیدوارم خداوند بهترین آدما رو سر راهتون قرار بده و به زندگی برسید که لیاقتشو دارید. زندگی که دارید سرشار از آرامش باشه. مرسی که تا پایان این سرگذشت با من بودین. لطفاً مثل همیشه با لایک و شیر و کامنت از کانال خودتون رادیو صدا داستان حمایت کنید. رادیو صدا